با سلام، من دکتر حسین رضا داراوی هستم. فارغ التحصیل رشته شیمی عالی از دانشگاه اوزاکای ژاپن هستم. بعد از فارغ التحصیل شدن به مدت کوتاهی در دانشگاه اوزاکای ژاپن به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شدم. بعد از اون به کشور برگشتم، در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی شروع به کار کردم. در حین کار به مدت 18 ماه به عنوان استاد مدعو به دانشگاه کیل آلمان رفتم و تحقیقاتی را مشترک انجام دادم و سپس به کشور برگشتم. در ضمن از همکاران محترم که در این تیم با من همکاری کردند کمال تشکر را دارم. آقای دکتر آقاپور، آقای دکتر سیاحی، آقای دکتر نظریان و آقای مهندس تبار در این کار با من همکاری بسیار صمیمانه‌ای داشتند. عفونت‌ها می‌توانند اثر قابل توجهی بر جامعه داشته باشند و منجر به افزایش هزینه‌های دارویی و بهداشتی، کاهش بهره‌وری و گاهن مرگ می‌شوند. بنابراین استفاده از ضد عفونی کننده های عمومی با چالش های همراه است که عبارتند از: 1. بسیاری از ضد عفونی کننده های رایج اثرات خورندگی و اکسید کنندگی دارند و بنابراین می توانند بر سطوح فلزی و همچنین دستگاه‌های موجود در اماکن اثر خورندگی داشته باشند. 2. اسیدی و قلیایی بودن این محلول‌ها و همچنین استفاده از حلال‌های آلی مثل اتانول باعث حساسیت‌های پوستی در افراد خواهد شد. 3. علاوه بر این برخی از مواد ضد عفونی کننده دارای بوی نامطبوعی هستند که باعث ایجاد محیط نامطبوعی برای افراد میشه. 4. مقاومت میکروب ها در مقابل این ضد عفونی کننده های رایج در بازار باعث شده که مصرف این ضد عفونی کننده ها افزایش پیدا بکنه و بنابراین به محیط زیست به یک نوعی هم میتواند آسیب برساند. مزایای محصول ما: در ابتدا من بسیار خوشحالم که مژده تولید یک محصول منحصر به فرد رو میدهم که تمام مشکلات که ذکر کردم رو برطرف و یک سری ویژگی هم به آنها اضافه خواهد کرد. 1. محلول 100% آبی است. 2. محلول کاملا بیبو و بیرنگ است. 3. این محصول بر روی سطوح و دستگاه‌های فلزی هیچ اثر خورندگی ندارد. 4. این محصول ایجاد حساسیت و حساسیت‌های پوستی نمی‌کند. 5. این محصول در محیط‌های اسیدی و قلیایی پایدار میباشد. 6. این محصول منحصر به فرد است و هیچ گونه معادلی در بازار داخلی و خارجی یا بین المللی ندارد. این محصول بر روی طیف وسیع از میکروب‌ها و قارچ‌ها اثر بخشی خوبی دارد. در حضور این محصول رشد عوامل بیماریزای مقاوم پس از 5 دقیقه متوقف خواهد شد. مقدار ماده مؤثر این محصول در مقیاس ppm یا 1/1,000,000 می باشد. محصول به سادگی تولید می شود، فقط امکانات معمولی در سایت پایلوت مورد نیاز است. مواردی که
برای استفاده این محصول میتوان در نظر گرفت با توجه به اینکه این محصول میکروارگانیسم هایی مانند میکروب و قاچ را از بین میبرد یا غیر فعال میکند، معمولا برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن محیط های اطراف، برای جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی استفاده می شود. بنابراین می توان برای آن کاربردهای بالقوه‌ای را در نظر گرفت. کاربردهای بالقوه این محصول عبارتند از: 1. استریل کردن سطوح در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی. 2. استریل کردن سطوح موجود در وسایل نقلیه عمومی. 3. استریل کردن سطوح در اماکن عمومی. 4. قابلیت بالقوه استریل کردن دستگاه‌های موجود در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، دارویی و صنایع لبنیات می باشد. 5. استفاده بالقوه در پانسمان‌های زخم. 6. استفاده بالقوه در پد استریل دست. 7. استفاده بالقوه در استریل کردن خاک و گیاهان و سایر موارد دیگر. با تشکر از شما.